اگه واقعا قصد داری صاف و یه دست بشی، این 4 تا رو ببخش. 4میش از همه مهمتره. 1. والدینت زنده باشن یا مرده، تمام تلاششون رو کرده باشن یا نه، اونا به تو زندگی بخشیدن. حسرت چیزایی که نتونستن به تو بدن فقط تو رو تو گذشته نگه می‌داره. واسه چیزایی که بهت دادن قدردانی کن، مابقی رو رها کن. 2. اونایی که یه زمانی دوستشون داشتی و نموندن پیشت، براشون آرامش و صلح درونی آرزو کن، اما دری که پشت سرشون بستی و دوباره باز نکن. 3. همه اونایی که به تو آسیب زدن، دوستا، غریبه ها، کسایی که تو رو ناامید کردن، نیازی نیست اونو عذرخواهی کنن تا ببخشیشون. تو به آرامش خودت نیاز داری. و 4. سخت‌ترین بخش اینجاست. خودت رو به خاطر اشتباههای گذشتت و ندانستنها ببخش. نمیتونی تموم عمر گذشته رو دوش خودت حمل کنی. ببخش. بخشیدن ضعف نیست، رهاییه.